سلام علیکم به عشقای خدا، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. من حسین فانکیدم و امروز قرار داخل این ویدیو از چنل خودتون یه سری از ویدیوهای تغییر چالش تغییر رو با هم دیگه ببینیم که خیلی جذابن، زیبان، از کف اکسپلور اومده، براشون زحمت کشیده شده. شما فقط برای اینکه این زحمت من رو یکم جبران کنین، این خستگی من در بره، انرژی من بیاد بالا، لایک، سابسکرایب، کامنت های مثبتتون و زنگوله نوتیفیکیشن هم روی آل بذارین که هر وقت ویدیو گذاشتم یوتیوب بهتون خبر بده و شما بتونین بیان یوتیوب و ویدیوی منو ببینید. ببخشید توپق میزنم. بریم سراغ ویدیو. خب میریم سراغ اولین ویدیویی که داره به چشمم میخوره. این ویدیو یکم انگار که عجیب غریبه. حالا میریم سراغ ویدیو ببینیم چیه. من و مامانم الان 35 و 19 ساله ایم. خب ولی یه روزی 2 ساله و 16 ساله بودیم. خب این چالش تغییر مثلا تازگی مد شده و خب زیاد جذاب نبود. بریم سراغ چالش تغییر بد که بد نه، منظورم بعده. حالا گرفتین دیگه، خودتون گرفتین که من دارم چی میگم. میگه که بزرگ شدی میخوای چی بشی؟ فنبوی چیه؟ من اصلا جریان فنبوی نفهمیدم از اولیشم، هم بهتر نفهمیم. مثلا انگار یه جریان دار که از این چیزی که من الان دیدم، ولی عجب چیزی نه واقعا. بریم سراغ ویدیو بعد. میگه که تبریک میگم، شما به مرحله بعد رسیدی. تعریف بعدی خودت. حالا یه بار دیگه ببینم، یه بار دیگه. تبریک میگم، شما به مرحله بعد بعدی شما خودتی. حریفت مرد داداشت بودی. آره حریفت داداش. ولی خیلی ها اصلا الان وضعیت من اینه که فقط میگه جان چی شد الان، یعنی چی؟ مثلا حریف بعدی شما اون خودت بودی که حریفت خودت بود، یا خودت بودی حریفت مثلا کس دیگه حریف شدی. بریم سراغ ویدیو بعد. وای سمم زد بالا. بریم سراغ ویدیو بعد. تایپ نیستی وای. اما مثلا این چالش تغییر واقعا چالشی بود که آدم میتونست بپذیره، ولی دوتا چالش الان ما قبلی داشتیم که اصلا آدم نمیتونست بپذیره و این نپذیرفتن خیلی سخت بود. خیلی سخت بود. خیلی 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 سخت بود. یه ویدیو دیگه دارم میبینم. بریم سراغ اون ویدیو. Congratulations, you're moving to the next level. Your next opponent is you. احسنت. عجب چیزی شده. عجب چیزی. به این میگن تحقیر. تحقیر نه، تغییر. به این میگن تغییر. ویدیوهای ما که تموم شد. خیلی کم بود، خدا وکیلی خیلی کم بود. و خب یکم من خودم دوست دارم تایم ویدیوهام بیاد پایین تر، چون واقعا مثلا یه تازه کارم که کسی نمیاد یه ویدیوی 20 دقیقه شو ببینه. و خب ویدیوهامون سر همون کم بود. فکر کنم 5 تا، آره 5 تا ویدیو تا الان دیدیم. و خب امیدوارم که حال دلتون عالی باشه، دور سرتون بگردم. خیلی این کامنت ها، لایک هایی که میکنین میدونم کمه، واقعا کمه، مثلا یکی دوتا در همین حده، ولی واقعا به من انرژی میده. از صمیم قلب دارم میگم که واقعا انرژی میده. این چالش تغییرم واقعا چند تاش باحال بود واقعا. مثلا دوتا آخر رو دوست داشتم،
یه دونه اولم بد نبود، ولی این دوتای 2 3 خیلی یکم آره هر بار اومدم راجبش صحبت کنم مثلا خراب کردم، مثلا کلا صحبت نکنم بهتر. حرفی نمیخوام زیاد بزنم که ویدیو رو طولانی کنم. امیدوارم که حالتون هر جایی که هستین خوب و عالی باشه. فقط میخواستم بگم هدف چنل من، اصلا هدف چنل من اینه که یه لبخند کوچیک، اصلا برام مهم نیست قهقه بزنیم پشت گوشی فلان اینا، زورم بس یه لبخند کوچیک شما، اصلا من فقط به خاطر این کاری کردم، فقط به خاطر اینکه شما یه لبخند کوچیک بزنید توی این شرایط بد مملکت، گرونی و فلان و اینا. فقط میخواستم شما یه لبخند کوچیک بزنید که واقعا من خودم وقتی میبینم یکی مثلا سر ویدیوی من لبخند میزنه واقعا حس خوبی داره و این واسه همه یوتیوبرها هست، نه فقط من. بعد من یوتیوبر نیستم، هنوز به اون حدی نرسیدم کسی به من بگه یوتیوبر. امیدوارم سرزنده و سلامت باشین. حرفی نمیمونه تا ویدیوی بعد. خداحافظ.